این چندین سال ما قوم بلوچش با این لباس یک قوم شرور معرفی کو، یک قومی که ما خلاصه و فلان القاب گوناگونه، اتهامات گوناگون ما جنگ بوده و برای شما تمام پیش یحتا در شهرستانان که رفته اید با این لباس، با این هیئت اسلامی، شما تمامش تمسخر کرده و شما تمامش توهین و افترا کرده. اما مسلمانان، اما عزیزان، بیش کنید پیام منا و بیش کنید پیام منا از صفحه مجازی تمام عزیزانی که مشاهده کنن. اما مروزی به خاطر حس خیرخواهی، حس دلسوزی، حس نادوستی یک شخصیت به نام حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، مروزی ما عزیز بوده، مروزی ما بلوچان دارای افتخار بوده و مروزی همه جنینانی که مولویانش در تهران مسخره کرد، مروزی چند هزار کیلومتر آیند برای ملاقات همه مولویان. مسلمانان بدانید که فقط به خاطر فکر غمخواری و خیرخواهی و دلسوزی حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید انتو بس، شخصیتی که از تمام منافع مادی و تگوزت به خاطر دلسوزی ملت ود، به خاطر دلسوزی مردم ود، به خاطر خیرخواهی کشور ود اجازه‌ای برای رفتن به هیچ کجا نیست. اما الله تعالی مردمان بالدن از ایدیم و آدم تمام یارد، جنین مردین تمام یارد برای چارتن آیی. و وقتی که نماز جمعه بود تمام ملت ایران، خیرخواه و بدخواه، دوست و دشمن، تمام اینا منتظرن که خبرانی رو گوش داره. دوستان جدا، دشمنانی جدا، تمام اینا خبرانی رو گوش دارن. ایشی دوستان فقط به خاطر خیرخواهی مولانا، فقط به خاطر دلسوزی هن. و وقتی که مردمان آین برای ملاقات مولانا عبدالحمید، شما تمام گندید، تمامی تعریف کنین تو سرور مایه، تو فلان و فلان مایه، اما واجه چی گو؟ فورا نگود الله شما را برکت بدن، الله شما را مشکلانش حل بکن. اگر شما چیزی گندید از جانب الله، منت هیچ چی نیست. اگر من گفی جنان وظیفه منو، فورا متوجه الله شکن. چونین بشر، چونین خیرخواه، چونین دلسوزی و خیرخواهی و غمخواری مردم عزیز کن. قبل از چی که برای فرزندان و دعا بکن، قبل از چی که برای همکاران و دعا بکن، اول برای ملت ایران دعا کن، اول برای مردم دعا کن. و شخصیتی که تمام منافع وتا، منافع شخصی وتی چیر باد ناتا، منافع مادی وتا، منافع شخصی وتا، فقط به خاطر ملت